بار دیگر سلام دوستان عزیز. امروز ادامه میدیم به حل کردن مسئله های المپیادای جمهوریوی صنف های 11 و امروز رسیدیم به مسئله آخرین آن، مسئله ششم که شرطش رو من در روی اکران الکی گذاشتم. بسامد موج انرژی کلانترین افکنشات اتم هیدروژن هنگام گذارش الکترون از یک اربیته به اربیته دیگر چقدر است؟ چطوری که ما میدونیم این مسئله رو موفق فرمولای ریدبرگ نیو برابر است به برای بسامد این چنین نوشته می شود r ضرب c ضرب 1 تقسیم n کوادرات طرح 1 تقسیم m کوادرات که در اینجا r دائمی ریدبرگ می باشد. r برابر است به 1.097 ضرب 10 در درجه 7 متر در درجه 1 مینوس 1 و چطوری که میدونیم انرژی و بسامد متناسب راسته هستند موافق فرمولای پلانک یه برابر h نیو، یعنی هنگام انرژی زیادترین بسامد ما نیز زیادترین میگردد. یعنی اگر انرژی قیمت ماکسیمالی را صاحب شود بسامد هم قیمت ماکسیمالی خود را صاحب می شود. یعنی ما در اینجا بسامد ماکسیمالی را یابیم، این همان موافقت میکنند به همان انرژی ماکسیمالی و چطور که میبینید در اینجا بسامد از آن وابسته است که الکترون از خبات چندم به خبات چندم میگذرد و برای ساحه دیده شونده روشنایی بسامد موج انرژی کلانترین یا اینکه خودی بسامد کلانترین این از هنگام گذارش الکترون از خبات m برابر به آخر به خبات n برابر 2 مشاهده کرده می شود. پس از اینجا میتوانیم این قیمت ها را در معادله گذاشته در فرمولا گذاشته حاصل کنیم نیو برابر r ضرب c ضرب 1 تقسیم n در کوادرات طرح 1 تقسیم m در کوادرات و قیمت های عددی را میگذاریم 825 و ضرب 10 در درجه 15 هرتز یا اینکه 1 تقسیم ثانیه یا اینکه میتوانیم این رو با طرز زائل نویسیم 825 ضرب 10 در درجه 14 ثانیه مینوس 1 یا اینکه هرتز. و این بود جواب مسئله ششم المپیادای جمهوریوی. میانی خوانندگان در درس های آینده کوشش میکنیم که مسئله های صنف های 9 و 10 را نیز حل نماییم. تا درس های دیگر تنصیحت و خانه آباد باشید دوستان عزیز.